عید قربان مبارک باشه. قربانی خری در نزد پدر بزرگواری دلشادجان خادرجوگی نامداری دوره شوروی بودند. اولی حاجی بابا شده گن حاجی. دوستان عزیز به شما بلیط های ارزان در کور است. با اویاکاس شاهنامه زنگ زنید. مرحمت رقم های واتساپ. نو گفتن ماند بلیط ها ارزان و باوری نوک است. عید قربان به همه مردم شرفمند بزرگ تاجیکستان مبارک باشه. خداوند تا عید آینده را همه ما را نصیب بگردانه. تاجیکستان منتیم باشه، آرام باشه. خانه هر یکی ما و شما رو توی باشه. الله الله. بیا. سلام علیکم دوستان عزیز. عین حال ما همراه برادرمان اخی سعدی جان خانه دلشادی همکار اومدیم. همه کسا عید گردکی. عید قربان مبارک باشه. قربانی خری. اکا سعدی نصری نیست شد. خواب بود. ماشین خواب بود. در نزد پدر بزرگواری دلشادجان اکتیار خوردکک هستیم. سلامت باشه. حاجی بابا با لقب دوره شوروی ده خادرجوگی نامداری دوره شوروی بودند. اولی حاجی بابا شده گن حاجی بابا در حق عید قربان و در حق دولت تاجیکستان و مردم شرفمند تاجیکستان یک دعای نیک کرده. پروردگار تینجا امانیتیه. دوره که ما خاکمونه یک جایی بودیم بچگی و این خیلی آزادی و این خیلی خوشبختی خیلی نبود. من راستی که هم سهر میخیزاندن ولی از جا نخیزن دوری پخترم همین وای در درس اینستیتوت میخوندیم همین یک کراوات گفتن این چیزایی وای حاضرم هستم همین 6 ماه در همون دوری پختر با می اومدیم اینه بینتی همه چیزی هست همه چی خوی فقط کار کردن در کن مهنت کنید برای آبادی برای زندگی همین خودمون یا چی میکنی برای خودمون کنم جمع میکنم اونجا انبار کلخاز میبردو همین خیلی وای بود انا حاضر بید چیزی که یاوی برای خود تای زنه کم یاوی برای خود تای مرده کم یاوی برای خود تای حالا وای نیست این همون وقتی که عنوان همین جوگی گرفتیم ما هم یک فیلم در چایخانی دلشوی همین چیزا رو بازی میکنم چایخانی مفتر همین وی خادرجوگی گرفتیم خیلی ما هم همین رنگ شما شوخ طبیعت بدیم همین زندگی کردیم از همین من صاحب فرزند شدیم صاحب خانه شدیم همین چویریک 62 تا نویری چویره دارم حالی خدا پروردگار تید اول فرزند نیکو بعد خانه در میشد اما چه همین فرزند نیک تربیه کن خدا خواهد تا همین مردن تر نمیمورده با همون برانگورم که کنم جو باز یک نگاه کرد نگاه میگم بچه اومد باشه آمین. قدم الهی آمین شما های پروردگار با ما مندی من همین ارباب هنر شوی شایستی عنوان های کلان پیشروی دولت گرید شیخی در دولت خیانت نکرده اگر خدمت کنید همین قدر حاضر دب آبرو میگیرید فایز برکه آوردی مکان صحت سلامتی با بادی زمان صحت سلامتی یک دیگر آمین سلام زنده باشی حاجی بابا. میره اونجا